سلام، توی این ویدیو میخوام در مورد همگرایی و تغییرات متناهی در جملات یک دنباله حرف بزنم. اگه یه دنباله مثل این داشته باشیم و یه تعداد متناهی از جملاتش رو عوض کنیم، مثلا من به جای این 1/2 بذارم 1/7، به جای این 1/4 بذارم 1/10، یه تعداد متناهی از این جملات رو عوض کنم، مثلا 10 تاشون رو عوض کنم یا 20 تاشون رو عوض کنم، هیچ تغییری در همگرایی دنباله ایجاد نمیشه. اگه دنباله همگرا باشه، بعد از تغییرات هم همگرا باقی میمونه و به همون حد هم همگراست، و اگه واگرا باشه واگرا باقی میمونه. همینطور اگه یه تعدادی جمله بهش اضافه کنم که تعداد این اضافه شده ها متناهی باشه، مثلا 10 رو اینجا اضافه کنم، 100 رو اینجا اضافه کنم و مثلا 10 جا 20 جای دیگه هم چند تا جمله به دنباله اضافه کنم، بازم وضعیت همگرایی دنباله هیچ تغییری نمیکنه. یعنی اگه واگرا باشه واگرا باقی میمونه و اگه همگرا باشه همچنان به همون حد همگرا باقی میمونه. بنابراین دو تا دنباله که فقط در تعداد متناهی جمله متفاوت هستن وضعیت همگرایی یکسان دارن. مثلا اگه دنباله 1 1 1 و 1 1/2 1/3 1/4 1/5 و غیره رو در نظر بگیریم، این دنباله پایین و دنباله بالا وضعیت همگراییشون کاملا یکسانه، چون در تعداد متناهی جمله تفاوت دارن. در واقع این که میگیم در تعداد متناهی جمله تفاوت دارن، یعنی این که از یه جایی به بعد دو تا دنباله کاملا یکسانن. دنباله پایین رو اگه ما 3 تا جمله اولش رو حذف کنیم و به دنباله بالا دست نزنیم، میبینیم 2 تا دنباله یکسان به دست اومد. برای همین میگیم این 2 تا دنباله فقط در تعداد متناهی جمله متفاوت هستن. حالا اگه اینجا به جای 1 اگه 2 داشتیم چی؟ اون وقت این 1 رو هم از بالا نادیده میگرفتیم، این بخش دنباله بالا با این بخش دنباله پایین یکسان میشد. یعنی وقتی یه تعداد متناهی جمله از هر دو حذف میکردیم 2 تا دنباله یکسان به دست میومد. در این حالت میگیم 2 تا دنباله فقط در تعداد متناهی از جملات تفاوت دارن و همچین دنباله هایی وضعیت همگرایی یکسانی دارن. بریم اینو ثابت کنیم. قضیه: فرض کنید AN و BN 2 دنباله از اعداد حقیقی باشند که تنها در تعدادی متناهی از جملات اختلاف دارند، یعنی همون چیزی که روی وایت بورد ویندوز به شما نشون دادم، و AN به L همگرا باشد. پس AN و BN 2 تا دنباله هستند و دنباله AN به L همگراست و اختلاف این 2 تا دنباله فقط در تعداد متناهی از جملات هست. در این صورت BN هم به L همگراست. یعنی ما از همگرایی اولی میتونیم همگرایی دومی رو نتیجه بگیریم، چون اختلافشون فقط در تعداد متناهی از جملات هست. اما اثباتش چطور هست؟ اثبات: چون اختلاف تنها در تعدادی متناهی از جملات است، 2 دنباله از جایی به بعد جملات یکسانی دارند، مثل همون چیزی که روی وایت بورد ویندوز دیدید. یعنی اعداد طبیعی n1 و n2 هستند که برای هر عدد صحیح k a n1 به اضافه k برابر باشه با b n2 به اضافه k. این داره چی میگه؟ این مثال رو در نظر بگیرید. فرض کنید این an باشه و اینم bn. این چی میشه؟ میشه a1، این میشه a2، این میشه a3، a4، این هم a5 و همینطور تا بی نهایت. اما این چی؟ این b1، b2، b3، b4، b5، b6، b7 و b8 و همینطور ادامه اینها. خب ببینید A2 برابر با B5، A2 مساویه با B5، A3 برابر با B6 هست، A3 برابر با B6، A4 B7، A4 B7، A5 B8، A5 B8 و همینطور ادامه داره. یعنی چی؟ یعنی برای هر k صحیح بزرگتر مساوی 0 A2 به اضافه k مساویه با B
5 به اضافه کی. وقتی کی صفر باشه A2 مساوی B5. کی که صفر باشه A2 میشه B5. کی که 1 باشه میشه A3 مساوی B6. چیزی که اینجا میبینید. کی وقتی 2 باشه میشه A4 مساوی B7. میشه این. یعنی این گزاره مجموع همه این گزاره هاست. حالا این 2 چیه؟ این 2 رو میتونیم با N1 نشون بدیم و این 5 رو میتونیم با N2 نشون بدیم. پس برای هر k بزرگتر مساوی 0 A N1 به اضافه k مساوی هست با B N2 به اضافه k. این سور همون سور بالا هست. فقط به جای 2 و 5ش N1 و N2 قرار گرفته. اینجا هم داره همونو میگه. چیزی هم که اینجا نوشته همونه. میگه یه N1 و N2 هستن که برای هر عدد صحیح k بزرگتر مساوی 0 این تساوی برقرار باشه. این همون تساوی هست که روی وایت بورد ویندوز دیدید. برای هر k بزرگتر مساوی 0 این تساوی رو داریم. پس برای هر عدد طبیعی n بزرگتر مساوی n1 این تساوی رو داریم. چرا؟ اینجا از تغییر متغیر استفاده می‌کنیم. برای هر n بزرگتر مساوی n1 می‌خوایم ثابت کنیم این تساوی برقراره. ما میایم تعریف می‌کنیم k مساوی با n منهای n1. خب در این صورت k بزرگتر مساوی 0 میشه دیگه. این یه تغییر متغیر اسمشه. یه همچین تعریفی برای k. حالا به جای k تعریفش رو میذاریم. اینجا k میشه n منهای n1 و اینجا هم میشه n منهای n1. اما اینجا وقتی n منهای n1 میذاریم این منفی n1 با این n1 خنثی میشه، فقط n باقی میمونه. پس اینجا مینویسیم an و اینجا n2 به اضافه k به صورت n2 منهای n1 به اضافه n در میاد. یعنی وقتی به جای k n منهای n1 میذاریم b n2 به اضافه k به صورت b n2 منهای n1 به اضافه n در میاد. پس ما برای هر عدد طبیعی n بزرگتر مساوی n1 این تساوی رو داریم. در واقع این سور با این سور کاملا برابره. چرا؟ چون وقتی اندیس ها رو چک میکنیم میبینیم تساوی های یکسانی رو به ما میدن. اون سور اول معادله با این که a n1 برابر باشه با b n2 a n1 به اضافه 1 مساوی باشه با b n2 به اضافه 1 و غیره تا بی نهایت. پایینی هم همینه. پایینی هم معادل با همینا هست. فقط باید این n ها رو جای این اندیس ها بذاریم تا به همین تساوی ها برسیم. پس کلا این سور با این سور معادله. حالا چون حد an وقتی n به بی نهایت میل کنه برابر با l هست، طبق تعریف برای هر اپسیلون مثبت یه n3 طبیعی هست که برای هر n بزرگتر از n3 فاصله an تا l کمتر از اپسیلون باشه. حالا ما میخوایم ثابت کنیم bn هم به l همگراست. برای همین فرض میکنیم اپسیلون بزرگتر از 0 دلخواه باشه. طبق این گزاره یه n3 طبیعی هست که این بخشش درست باشه. برای هر n بزرگتر از n3 فاصله an و l کمتر از اپسیلون باشه. در این صورت برای هر n بزرگتر از n1 به اضافه n3 این دوتا رو داریم. چرا؟ اگه n بزرگتر مساوی n1 به اضافه n3 باشه هم از n1 بزرگتره و هم از n3 بزرگتره. چون n از n3 بزرگتره طبق اینو داریم. یعنی فاصله an تا l کمتر از اپسیلون هست. و چون n از n1 بزرگتر هست طبق این سوری که اینجا ثابت کردیم برای هر n بزرگتر مساوی n1 این تساوی رو داریم که اینجا نوشتیمش. پس کل این سور ثابت شد. برای هر n بزرگتر مساوی n1 به اضافه n3 این دوتا گزاره برقرار هستند. بنابراین وقتی an برابر با این هست و فاصله an تا l کمتر از اپسیلونه، ما میتونیم به جای این an این رو قرار بدیم b n2 منهای n1 به اضافه n. بنابراین به این سور میرسیم. برای هر n بزرگتر مساوی n1 به اضافه n3 فاصله این و l کمتر از اپسیلون میشه. پس ما به جای این an این رو قرار دادیم چون an برابر با این هست. خب پس این سور هم ثابت شد. حالا اینجا باز ما مثل قبل یه تغییر متغیر میدیم. اینجا ما قبلا یه تغییر متغیر داده بودیم. یعنی چی کار کرده بودیم؟ گفته بودیم فرض کنید n برابر باشه با n1 به اضافه k. وقتی k از 0 به بعد تغییر میکنه n از n1 به بعد تغییر میکنه و وقتی n برابر با n1 به اضافه k باشه از اینجا به دست میاد k مساوی n منهای n1 و در نتیجه n2 به اضافه k میشه n2 منهای n1 به اضافه n. یعنی همین چیزی که اینجا میبینید. پس اینجا ما یه تغییر متغیر دادیم. این رو
n گرفتیم و وقتی اینو n گرفتیم این تبدیل شد به این. میخوایم همین کار رو اینجا هم انجام بدیم. این رو k میگیریم. وقتی اینو k بگیریم چون n بزرگتر مساوی این هست k بزرگتر مساوی این میشه. ببینید وقتی n بزرگتر مساوی n1 به اضافه n3 هست، وقتی دو طرف رو با n2 منهای n1 جمع کنیم میشه n به اضافه n2 منهای n1 بزرگتر مساوی n1 به اضافه n3 به اضافه n2 منهای n1. این چیه؟ همون k هست. پس k بزرگتر مساوی این عدد میشه. k بزرگتر مساوی این عدد میشه. یعنی چی؟ یعنی به ازای هر k بزرگتر مساوی این عدد bk منهای l قدر مطلقش کمتر از اپسیلون میشه. یعنی ما میتونیم این رو به این صورت بازنویسی کنیم. اما این منفی n1 و این n1 خنثی میشن، هم دیگر رو صفر میکنن. چی باقی میمونه؟ n2 به اضافه n3. بنابراین برای هر k بزرگتر مساوی n2 به اضافه n3 داریم فاصله bk تا l کمتر از اپسیلون. اپسیلون دلخواه بود اون بالا. برای هر اپسیلون دلخواه بزرگتر از صفر یه n پیدا شد عضو مجموعه اعداد طبیعی. n چیه؟ همین n2 به اضافه n3 هست. n2 به اضافه n3 یه عدد طبیعیه دیگه. پس یه n پیدا شد که برای هر n بزرگتر از n، حالا یا k بزرگتر مساوی n، فاصله bk که اینجا با bn نشون داده، فاصله bk و l کمتر از اپسیلونه. فاصله bn و l کمتر از اپسیلونه. یعنی اگه اینجا n رو k بذاریم میشه همون بالایی که به جای n2 به اضافه n3 از نماد n استفاده کرد. حالا این k رو برداریم به جاش n هم بذاریم که فرقی درست نمیکنه. بنابراین کل این سور ثابت شد و این هم تعریف همگرایی bn به l هست. پس bn به l همگراست، همون چیزی که قضیه میخواست ثابت کنه. خواست ثابت کنه bn به l همگراست. کی؟ وقتی که an و bn فقط در یه تعداد متناهی از جملات اختلاف دارن. یعنی از یه جایی به بعد هر دوشون دقیقاً مثل هم میشن. این قضیه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه تغییرات متناهی در جملات، یعنی تغییر در تعداد متناهی از جملات، هیچ تغییری در حد دنباله و همگراییش نداره. اگه ما دو تا جمله اولش اضافه کنیم، وسطش اضافه کنیم، یکی از جملات و مقدارش رو عوض کنیم، حد دنباله تغییری نمیکنه. همگرایی دنباله تحت تأثیر قرار نمیگیره. اما خب این قضیه در مورد همگرایی حرف میزنه، در مورد واگرایی چیزی توش ننوشته. بریم قضیه بعدی رو ببینیم. توی قضیه بعدی میگه فرض کنید an و bn دو دنباله از اعداد حقیقی باشند که مثل قضیه قبل تنها در تعدادی متناهی از جملات اختلاف دارند. اگر an واگرا باشد bn هم واگراست. حالا چرا؟ اثبات. فرض کنید an واگرا باشد. اگه bn همگرا باشد یعنی چی؟ یعنی یه عدد حقیقی l هست که bn به l همگراست. اما در این صورت طبق قضیه قبل an هم به l همگراست. چرا؟ چون an و bn فقط در تعداد متناهی از جملات اختلاف دارن. بنابراین اگه bn همگرا باشه به l، an هم همگرا به l هست و این با واگرا بودن an در تناقض است. ما فرض کرده بودیم an واگراست، بعد فهمیدیم که اگه bn همگرا باشه an هم مجبور همگرا باشه، نمیتونه واگرا باشه. بنابراین bn هم باید واگرا باشه و این قضیه رو ثابت میکنه. اگر an واگرا باشه bn هم مجبوره که واگرا باشه. حالا این توضیحی که من قبلا هم گفتم بعد از این دوتا قضیه نوشته. میگه طبق دو قضیه قبل اگر an و bn دو دنباله از اعداد حقیقی باشند که تنها در تعدادی متناهی از جملات اختلاف دارند، رفتار همگرایی آنها کاملا یکسان است. یعنی یا هر دو به حدی واحد همگرا هستند یا هر دو واگرا هستند. قضیه بعد هم به رفتار همگرایی دنباله ها مربوطه. میگه هر دنباله از اعداد حد اکثر یک حد داره. یعنی چی؟ یعنی یا حد نداره یعنی واگراست، یا اگه حد داشته باشه و همگرا باشه فقط یه حد داره. یعنی اینجوری نیست که ما یه دنباله یعنی داشته باشیم که هم به x همگرا باشه هم به y همگرا باشه و x و y برابر نباشن، مثلا یکیشون یک باشه یکیشون دو، an هم به یک همگرا باشه هم به دو. این نمیشه. اگه با توپولوژی آشنا باشید توی هر فضای هاوستورفی ما این ویژگی رو داریم که احتمالاً شما آشنا نیستید. خب اثبات. فرض کنید این قضیه درست نباشه، سعی می‌کنیم به تناقض برسیم. فرض کنید an یک دنباله از اعداد باشد و an هم به x همگرا باشه و هم به y همگرا باشه و x و y هم مخالف هم باشن.
باید به تناقض برسیم. خب چون an به x همگراست، تعریف همگرایی an به x رو می‌نویسیم که میشه این: هر اپسیلون مثبت یه n یکی هست که هر n بزرگتر از n1 فاصله an تا x کمتر از اپسیلون باشه و تعریف همگرایی an به y هم یه چیزی مثل همینه. به جای n1ش n2 نوشتیم، فاصله an تا y کمتر از اپسیلونه. حالا فرض کنید اپسیلون دلخواه باشه، یه عدد مثبت دلخواه. طبق این دوتا یه n1 و یه n2 هستن که این بخش و این بخش برقرار باشن، یعنی برای هر n بزرگتر از n1 فاصله an تا x کمتر از اپسیلون باشه و برای هر n بزرگتر از n2 فاصله an تا y کمتر از اپسیلون باشه. حالا ما n رو قرار میدیم n1 به اضافه n2. چرا؟ برای اینکه هم از n1 بزرگتر باشه هم از n2. برای این n فاصله an تا x کمتر از اپسیلونه و فاصله an تا y هم کمتر از اپسیلونه که اپسیلون چی بود؟ یه عدد مثبت دلخواه بود. ما اینجا یه منفی an و یه مثبت an این وسط اضافه میکنیم، تغییری به وجود نمیاد دیگه. منفی an و مثبت an جمعشون صفره، پس میشه اینجا اضافه کرد. پس این میشه y منهای an به اضافه an منهای x، کلش توی قدر مطلق. اما از ویژگی های قدر مطلق میدونیم که قدر مطلق مجموع دوتا عدد کمتر مساوی مجموع قدر مطلق های اون دوتا عدده، یعنی کل این کمتر مساوی قدر مطلق y منهای an هست، یعنی این عدد، به اضافه قدر مطلق an منهای x، یعنی این عدد. حالا ما میتونیم جای y و an رو توی قدر مطلق اولی عوض کنیم. چرا؟ چون y منهای an برابر با قدر مطلق منفی an منهای y و میدونیم که قدر مطلق منفی هر عدد برابر با خود اون عدده. بنابراین قدر مطلق y منهای an برابر با قدر مطلق an منهای y. پس ما میتونیم به جای اولی این رو بنویسیم، دومی هم جای خودش، اما قدر مطلق an منهای y طبق این کمتر از اپسیلونه و قدر مطلق an منهای x طبق این کمتر از اپسیلونه. پس مجموع این دوتا کمتر از مجموع دوتا اپسیلون هستن که میشه برابر با 2 اپسیلون. به این ترتیب برای هر اپسیلون مثبت دلخواه ثابت کردیم که قدر مطلق y منهای x کمتر از 2 اپسیلونه و چون x مساوی y نیست این قدر مطلق مثبته. چرا؟ چون اگه قدر مطلق x منهای y برابر با 0 باشه اون وقت ما میدونیم که x منهای y کمتر مساوی قدر مطلق x منهای y، در نتیجه x منهای y کمتر مساوی 0 میشه و در نتیجه x کمتر مساوی y میشه. اینو در نظر بگیرید. از اون طرف y منهای x هم برابر با منفی x منهای y کمتر مساوی قدر مطلق x منهای y هست که اون میشه 0. در نتیجه y هم کمتر مساوی x میشه. از این دوتا که x کمتر مساوی y و y کمتر مساوی x نتیجه میگیریم x و y مساوی ان طبق خاصیت سه دستگی اعداد، در حالی که ما فرض کردیم x و y نامساوی ان. بنابراین قدر مطلق x منهای y نمیتونه مساوی 0 باشه، چون اگه مساوی 0 باشه به این نتیجه میرسیم که x و y مساوی هستن که خلاف فرض ماست. بنابراین قدر مطلق x منهای y 0 نیست و چون 0 نیست باید بزرگتر از 0 باشه. حالا این اپسیلون مثبت مگه اینجا دلخواه نبود؟ ما این اپسیلون دلخواه رو میتونیم بگیریم y منهای x دوم، چون y منهای x مثبته، تقسیم بر 2 هم بکنیم مثبته. پس اگه اپسیلون رو برابر با این عدد بگیریم طبق این y منهای x کمتر از 2 تا اپسیلونه که 2 تا اپسیلون یعنی چی؟ 2 تا این، چون اپسیلون رو برابر با این تعریف کردیم و 2 تا این هم برابر با قدر مطلق y منهای x، چون این 2 و این 2 خنثی میشن. قدر مطلق y منهای x باقی میمونه. تهش به چی رسیدیم؟ که قدر مطلق y منهای x کمتر از خودش هست. قدر مطلق y منهای x کمتر از قدر مطلق y منهای x و این تناقضه، چون هیچ عددی کمتر از خودش نیست. این همون تناقضیه که دنبالش بودیم. ما می‌خواستیم ته این نسبت به تناقض برسیم که رسیدیم. بنابراین فرض ما که x میتونه مساوی y نباشه اشتباهه و این x برابر با y. یعنی اگه یه دنباله داشته باشیم از اعداد که هم به x همگراست هم به y، اون x و y یه عدد بیشتر نیستن. بنابراین هیچ دنباله‌ای نمیتونه به 2 تا عدد متفاوت همگرا باشه. یعنی چی؟ یعنی یه دنباله حد اکثر به یه عدد میتونه همگرا باشه، چون اگه به 2 تا عدد متفاوت همگرا باشه مثل این اثبات به تناقض میرسیم.